سلام عرض ارادت خدمت همه رفقا. همونجور که تو ویدیوهای گذشته گفتم، وقتی که شما از سرویس برمیگردین، کارای شستشو و زدن سو از بلو و هم باتری توقع این عزیزمونه که ماشین رو از تریلی جدا میکنه، میاره اینجا کاراش رو انجام میده و دوباره ماشین رو به تریلی وصل میکنه که ماشین آماده باشه که شما برای سفر بعدی نیاز نباشه که کاری کنید، فقط شما رانندگی. و اگر ماشین چراغش سوخته باشه، نیاز به سرویس باشه، یه دفترچه داخل ماشین هست که شما اون رو پر میکنید، میگید ماشین چه ایرادی داره، چی میخواد و کاراش رو برای شما انجام میدن تا زمانی که شما برگردید و به امید خدا سفرتون رو دوباره آغاز کنید. آقا خیلی مخلصیم، هر جا هستید خوب باشید، در پناه خدا.